دهه سنگپر در کنار شهر کلاب ماتم دارد. روز 24 ایول بر اثر چپه شدن تپه خاک 5 نفر فوتید. این حادثه در خاندان حقنظر عبداللطیف 45 ساله رخ داد. حقنظر همان روز برای خرگوشانش خانه می ساخت. 4 کودک همراه حقنظر بودند. برکت الله شریفی 12 ساله، یعقوب سنگوفی 10 ساله، یاسین جان سنگوفی 9 ساله و فیض‌الله سنگوفی 6 ساله. آنها نزد حقنظر برای تماشا آمده بودند. ناگهان این تپه بالای حقنظر و 4 کودک فرو می رود. ساعت‌های 18:30 روز 24 ایول همین تپه‌ای که در پشت ما قرار دارد در بالای 5 نفر چپه شده در تگ این خاک 5 نفر به هلاکت می رسد. از این 5 نفر 4 نفرش کودک بوده، یک تای آن کلانسال است. 10 سال تراکتوریسکار در همواریا ندادش. برای برآوردن جسدها تمامی باشندگان ده تلاش کرده اند. این عکسی کوفتکاوی 5 جسد از زیر خاک است. خانواده‌های ماتم زده و ساکنان ده گله دارند که ماشین یاری تجلی سری وقت به جای حادثه نرسید. راوش تانقیسی میکشه سکور را زنگ میزنیم نه امروز که حادثه شده 1 ساعت ما سکور زنگ زدیم امچه زنگ تلفن ما نمیگیرن. این هم آخرین عکس‌های یعقوب، یاسین جان و فیض‌الله سنگوفی برادران هستند. مادرش در خانه خواب فرزندانش را می‌جوید. حالا از فرزندان فوتیده‌اش تنها چند پای افزال و لباس‌های پوری خاک و این عکس‌ها به یادگار مانده است. مادر در ماتم نشسته است. ای بچه‌ام آخیه ای بچه‌ام از این دهی خواه گرفتم آخیه اسکاری نبود ای مردن آخی بابانه سرم بردم شانه آخیه ای بچه کامم بردم دهی خواه کردم امروز آخیه. دهه سنگپر در جماعت زیرکی شهر کلاب جایگیر است. از سال 2015 بنیاد شده حالا حدودی 300 خانواده به سر میبرد. حقنظر عبداللطیف همراه خانواده‌اش در خانه نوبنیادش یک زندگی فقیرانه داشته است. بعد پیدا شدن جسدها آنها را روز 25 ایول در آرامگاه‌های کلاب دفن کردند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سنگپر.